به دنیا نه شما حالا میگیم قبل از اینکه دنیا بیاییم آخه بگید تصمیم اختیار دست خودتون بده ها و دلیل واقعیش بگو. نه بابا ما قبل اینکه به دنیا بیایم توی دنیای دیگه هستیم یه فرشته‌ای داریم. یه فرشته‌ای داریم. خب بعد ما اونجا فقط آواز میخونیم و بازی میکنیم. آواز میخونیم و بازی میکنیم. خب بعد نگاه دیگه مثلا یه قسمتی داری که قبل اینکه بیا کلا پیش فرشته و اینا انتخاب میکنی پدر مادرت که یعنی چه اتفاقاتی تو زندگیت بیفته دیگه، مثلا چجوری مثلا چجور انسانی باشی، کدوم مدرسه کدوم وسایل داشته باشی، اینا ما همش خودمون انتخاب کردیم. یعنی حتی اونایی که الان پدر مادری خیلی بدی دارن، زندگی بدی دارن، خودشون انتخاب کردن. ما کسی از چی بد خوشش میاد؟ نه ولی اونا هنوز خبر ندارن، ولی خب دیگه اونجاش نمیدونم، ولی ما خودمون فقط انتخاب میکنیم دیگه چه زندگی داریم وقتی میایم رو زمین. یعنی پدر مادر یه وسیله هستن فقط؟ یه ابزاری هستن که به وسیله فرشته هایی که نگاه بعد ما وقتی که 9 ماه تو شکم مادری، آره ما فقط جسممون رو وقتی تو شکم مادره بابا ولی نفس میکشیم، اما واقعیتمون که داریم خودمون احساس میکنیم داخل یه دنیای دیگه ایه. بعد 9 ماه از یه طریقی ما رو میفرستن به زمین که دیگه واقعیتمون میاد داخل جسممون که تو شکم مادر